رسول گنرال عید ملی به شما مبارک باشد و امروز در دوشنبه یک جمع مجلسی با تنتنه با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان ملی رحمان صورت گرفت. آیا در سخنرانی‌هایشان چی وظیفه‌هایی در پیش ملیسی تاجیکستان گذاشتند در همین شب و روز؟ تشکر. در حقیقت امروز ملیسی تاجیک جشن دارد. از سخنرانی آن سپارش‌ها و وظیفه‌ها در نزد مقامات گذاشته شد که من بعد نیز مبارزه را با جنایتکاری بزرگتر کنند. وظیفه‌های نو بیشتر با اهالی در همکاری باشند، تکیه به اهالی کنند، معرفت حقوقی شهروندان را بلند بردارند. در عموم مبارزه با جنایتکاری نه تنها کاری ملیسی است، کاری تمام اهل جامعه است. آیا وضع همین روزه جنایتکاری در تاجیکستان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چه بهاگذاری میکنند؟ چطوری که شنیدید بها در نسبت فعالیت مقامات کارهای داخلی مردم باید خلق و جناب عالی به فعالیت مقامات برای امروز بهای خوب دادن. این گپ هست که معاش کارمندان ملیسا کم است، حتی معاش گنرالاش هم کم است. مثلا در همین راه‌های بهبودی وضع ملیساهای چی صحبت شد؟ من فکر میکنم که شرایط نسبت به پیشتر بسیار خوب شد. امروز ما خودمون شاهد آن گشتیم که در یک موضع خوشمنظری شهر دوشنبه مخصوصا برای کارمندان مقامات کارهای داخلی یک خانه استقامتی در استفاده داده شد. تنها در همین سال در 2-3 سال اخیر زیاده از 300 خانه‌های استقامتی برای کارمندان مقامات جدا کرده شد. جناب گنرال، آخرین سوال در مورد اینکه مردم بسیار شکایت میکنن از کارمندان ملیسا، برای چی شکایت زیاد است از امروز کارمندان؟ شکایت مردم کمتر شد. من خودم شاهد آن هستم که از روزی که وزیر محترم ما محترم رحیم زاده در فعالیت سر کردن، در شما شاهد آن هستید که در مقامات کاری در وزارت تلفنی باوری فعالیت دارد. در تمام ریاست‌های ولایتی شهر دوشنبه منطقه رشت این چنین تلفن‌های باوری عمل می‌کنند. در وزارت سایت وزارت کارهای داخلی است با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی. البته روزهای اولی که این تلفن باوری و سایت وزارت کارهای داخلی فعالیت می‌کرد، عرض شکایت بسیار بود. اما امروز уже علاقه کم شده است.